به نام خدای خوب و مهربان. السلام علیکم، وقت همه‌تون بخیر. انشالله که همه‌تون خوب و صحتمند باشین. خبر آنچه که تا هنوز نشنیدین از کراچی پاکستان براتون خبر دارم. بچه های سولری یا سولار بایس، کسی که از نور آفتاب البته انرژی میگیرن، راه میرن، میخورن، مینوشن، کار میکنن، بازی و ساتیری میکنن. عبدالله و محمد بچه های 10 ساله و 13 ساله همانند سولار از نور آفتاب انرژی میگیرن. ما شما در خانه سولار داریم و از برق سولار تیپ و تلویزیون، یخچال، وسایل خانه را روشن میکنیم، ولی عبدالله و محمد از نور آفتاب انرژی میگیرن که راه برن، کار بکنن، بخورن، بنوشن، ساتیری و بازی بکنن. زمانی که آفتاب طلوع میکنه به دست پای عبدالله و محمد جان و شیما و حرکت میکنن، فعال میشن، کار میکنن، هر طرفی که دلشان خواست میرن. امی که اندک اندک آفتاب غروب میکنه، از دست و پای جان عبدالله و محمد جان و شیما به حرکت میرن، بیشیما میشن، یعنی از فعالیت باز میمونن، هیچ کاری کردن نمیتونن. تمام کارشان از نور آفتاب است، مثل سولار از نور آفتاب انرژی میگیرن و مثل سولار زمانی که آفتاب طلوع بکنه از کار و فعالیت باز میمونن. و تا هنوز 390 تست یا معاینات را تکمیل کردن، ولی هیچ دکتری تا هنوز قادر نشده که مشکل یا مرضی دو نفر پیدا کرده بتونه. و گفتن که یک مرضی است در دنیا نظیری نداره، تنها کیسی است که در دنیا عبدالله و محمد در کراچی پاکستان دارن که از نور آفتاب زمانی که آفتاب طلوع میکنه میخورن، مینوشن، کار میکنن، بازی و ساتیری میکنن. که آفتاب خاموش شد رفت، این دو نفرم بی جان و بیشیمه میشن و استراحت میکنن تا فردا که دوباره آفتاب طلوع بکنه. 91.8 آرزو هر روز زندگی.